اینجا خیابون بیکن در بوستون هست. بعضی وقتها به مشاهدات جالبی میرسیم. این جعبه‌ای که درست کردن که کتاب‌های اهداییشون رو بذارن، Little Free Library. قسمت جالبش این هستش که خیلی شبیه نمای ساختمون خودشونه. در واقع عیناً این ساختمونا دو قلوان که شبیه هم ساخته میشه. یکی از مشکلاتی که بوستون داره جای پارک هست. اگر که بخوان کنار خیابون ماشینا رو پارک بکنن، که این فقط شامل رزیدنت های این خیابون، ساکنین این خیابون میشه، میرن از شهرداری یک اتیکتی میگیرن، یه مبلغی پرداخت میکنن برای اینکه بتونن پارک بکنن. ولی زمانهایی که برف باریده میشه و خطر هست، باید ببرن این ماشین ها رو در پارکینگ های طبقاتی. یعنی اگر که اینجا باشه میان و ماشین رو میبرن. یه نکته جالب دیگه اینه که اون طرف خیابون ماشین ها با فاصله، این نشونتون بدم، با فاصله از پیاده رو پارک کردن، چون اینجا مسیر دوچرخه است. قبلا ماشینا همین کنار پیاده رو پارک میکردن و پل عابر پیاده هم سطح شیبدار هست برای اینکه دوچرخه بتونه. این آقا هم همونطور که میبینیم پستچیشونه که با چرخ میاره نامه ها رو. ماشینش هم که یه خورده جلوتره. این البته ماشین آمازونه، محصولات آمازونو با ماشینای ونی میارن که شبیه همون ماشینای UPS. این خیابون مصعب هست، یکی از خیابونای اصلی بوستونه که بیکنو قطع میکنه و پلی داره که از روی چارلز ریور رد میشه. از کارهای بامزه‌ای که میکنن این هستش که هر چیزی که نمیخوان میذارن بیرون در، روش هم معمولا مینویسن فری که هر کی بخواد برداره. اینجا هم تابلوی زده که دوچرخه رو به نرده های اینجا نزنن، چون معمولا دوچرخه ها رو دنبال یه میله‌ای هستن که قفل رو بزنن. بعضی از خونه ها تابلوی میزنن که اینجا دوچرختون رو نذارین به نرده کنار باغچه. سوپرمارکت خیلی کمه تو خیابونا، بیشتر همون فروشگاه های بزرگ هستن. گاهی توی یک محله یه سوپرمارکت هم دیده میشه. اینم ایستگاه مترو منطقه کنمور هست. این اتوبوس های شاتل هستن. بعضی وقتها ایستگاه های بعد از کنمور بسته است، در حال تعمیرن و کنمور آخرین ایستگاه میشه. میان بالا
سوار این شاتل ها میشن و به ایستگاه های بعدی میبرن مسافرها رو.